حادثه مرگبار آریانا سعید در ترکیه و گریه و ناله اسیب سعید برای نامزدش. آریانا سعید به چه دلیل در ترکیه حادثه ترافیکی کرده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید و اسیب سعید در ترکیه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل، یکی از چهره‌های برجسته در هنر موسیقی افغانستان که با صدا و سیمای سریلش دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرده است. آریانا سعید عاشقانه می‌خواند و عاشقانه آهنگ‌هایش در دل‌های هموطنان افغانش جا می‌گیرد. آریانا سعید در اصل تابعیت کشور انگلستان را دارد، ولی به خاطر کارهای هنریش گاهی به ترکیه و دبی سفر می کند. جدیداً تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی نشر شده است که آریانا سعید در ترکیه حادثه ترافیکی کرده است و به همین خاطر اسیب سعید نامزدش در صفحات مجازی گریه و ناله کرده است و برای شفایاب شدن آریانا التماس دعا و نیایش از طرف دوستداران و طرفدارانش کرده است. آریانا سعید به همین دلیل مدت دیر می شود دیگر کنسرتی برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار نکرده است و کاملا از کارهای هنریش دوری گزیده است. هرچند آریانا سعید در ترکیه خانه به ارزش $1,000,000 آمریکایی خریداری کرده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی، سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای آریانا سعید از خداوند لایزال استدعا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را برای بانو آریانا سعید در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.